ببین که میدمد سپیده سحر. صدای من قطع نخواهد شده تا این رژیم منحوس و ضد ایرانی شرش رو بکنه از سر ما. ما دیگه نمیشینیم تماشا کنیم کتک بخوریم، ما دیگه نمیشینیم تو سرمون بزنن، ما دیگه نمیشینیم ندا سلطان رو زیر خاک بکنن و ما بشینیم آبگوشتمون رو بپزیم، قرمه سبزیمون رو بپزیم و به بچه هامون بگیم بشین تو خونه بیرون نرو. نه، ما دیگه میریم اول صف، ما میریم اول صف کتک میخوریم و کتک میزنیم. ما دیگه کتک میزنیم از این به بعد. من از کسانی بودم که روز عاشورا جلوی صف میگفتم حمله کنید، فرار نکنید. برای چی دارید فرار میکنید؟ از چی دارید فرار میکنید؟ من از کسایی بودم که موتور یگان بیشتر زیر لگد کردم و کتک خوردم و افتخار میکنم به تمام چبوکی‌های بدنم، افتخار میکنم به تمام دست و پام که سیاه هستش، افتخار میکنم به گلوی دریده شدم چون فریاد آزادی ازش اومد بیرون. به ما نگید بشینید، ما نمیشینیم. به ما نگید سکوت کنید، ما سکوت نمی کنیم. به ما نگید کتک نزنید، ما میزنیم. ما آتش میزنیم، ما پاره میکنیم. ما به همه چیز این رژیم حمله میکنیم. از این به بعد به همه چیزش حمله میکنیم. دیگه فقط مرگ بر خامنه ای نیست، دیگه به این راحتی ها دیگه نیست. این توبه میری دیگه از اون توبه میری ها نیست. ما هستیم، ما دیگه صدامون خفه نمی کنیم. ما از این به بعد فریاد بر سر رژیم فرود خواهیم آورد. دیدار بعدی ما در خیابان‌های تهران با مشت‌های گره کرده و با خشم فراوان ایرانی. ما رفتیم با دست خالی تا اینکه پای قیاممون بایستیم و از ناموس این جنبش دفاع کنیم. ماسک‌ها رو بردیم، سرکه بردیم برای اینکه جلوی گاز اشکاور رو بگیریم و لباس رزم به تن کردیم. ولی این دون صفتان، این حرامزاده های نجس بسیجی، این دشمنان ایران زمین، این دشمنان زن ایران، این دشمنان کردی بانوها شهامت نکردن که بیان و با ما روبرو بشن. کم آوردن ولی ما کم نمیاریم. جانم فدای ایران باشه. به گلزار لاله ها نشسته ای، از این قفس بیزار و خسته ای.